ادامه بازگشت چهره‌های متهم به دزدی و زورگویی نظامی‌دین قیصری هم زیر پرچم طالبان آمد. جنگ بلخاب و نگرانی از تکرار تاریخ. شورای علمای شیعه میگوید که با حاکمیت طالبان شعله جنگ نو سر برآورد. تهران و انگشت اتهام به سوی واشنگتن. ایران میگوید که آمریکا به دنبال جنگ قومی و مذهبی در افغانستان است و تلاش برای کسب مشروعیت داخلی و جهانی با راه اندازی جرگه قرن 18 طالبان جرگه برگزار میکنند. نظامی‌دین قیصری از فرماندهانی محلی پیشین ازبک در شمال افغانستان به کشور برگشت. طالبان گفتند که او در اثر تلاش‌های کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان به کشور بازگشته است. این فرمانده محلی پیشین در اظهاراتی پس از بازداشت از ایران به افغانستان گفته است که جنگ دیگر بس است. او افزوده است 40 سال جنگ کردیم، چه کردیم؟ قیصری از طالبان نیز خواسته تمام اقوام را در حکومت شریک سازند. ما خواهشیم از امارات اسلامی، رهبرای امارات اسلامی، تمام قوم باید شریک حکومت شود، چون که اینجا پشتون، ازبک، تاجیک، هزاره، هیما، قوم مردم افغانستان است. نظامی‌دین قیصری از 2014 تا 2018 نیروهای خیزش مردمی علیه طالبان را در شمال افغانستان رهبری می‌کرد و از چهره‌های ضد طالبان به شمار می‌رفت. او همچنین نماینده ویژه مارشال عبدالرشید دوستم در دوره اول ریاست جمهوری اشرف غنی در فاریاب بود. پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، طالبان قیصری را در کمربند مزار شریف بازداشت کردند. تصویرهایی که در شبکه‌های اجتماعی همگانی شده بود نشان میداد که آقای قیصری دست بسته در پشت رنجر طالبان قرار دارد. چندی بعد پس از رهایی از بند طالبان، قیصری روانه ایران شد. قیصری در ایران نیز آرام ننشست. رسانه‌های ایرانی 7 ماه پیش به دلیل جعل اسناد هویتی خبر بازداشت او را نشر کردند. رسانه‌های ایرانی در خبری نگاشته بودند که نظامی‌دین قیصری نماینده خودخوانده مهاجران افغانستان در ایران به دلیل جعل اسناد هویتی، باز کردن دفاتر غیر قانونی و اخاذ از مهاجران بازداشت شده است. اما یاور قیصری در صحبت با آماج خبر بازداشت او را رد کرده بود. شورای علمای شیعه در اعلامیه‌ای در پیوند به درگیری طالبان با نیروهای مولوی مهدی، فرمانده هزارت تبارشان در بلخاب سرپال گفته است که نباید غیر نظامیان در این جنگ مورد آزار و اذیت قرار گیرند. این شورا افزوده است که با حاکمیت طالبان شعله جنگ در مناطقی از نو سر برآورده است. شورای علمای شیعه تاکید کرده است که جنگ ویرانگر است و به هیچ دلیل به نفع کشور و ملت نیست. این شورا از طرفهای درگیر در بلخاب خواسته است که هرچه عاجل به نبردهای مسلحانه نقطه پایان بگذارند و منازعات و مسائل مورد اختلافشان را از طریق گفتگو حل کنند تا آن دست کسانی که از ترس جنگ خانه‌های خیش را ترک کردند زمینه بازگشت به خانه‌هایشان فراهم شود. این شورا در حال نسبت به وضعیت باشندگان بلخاب اظهار نگرانی کرده است که طبق گزارش‌ها طالبان دیروز 9 تن از غیر نظامیان را در این ولسوالی تیرباران کردند. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان گفته است که جنگ بلخاب فتنه آمریکا است و این کشور به دنبال جنگ قومی و مذهبی در افغانستان است. آقای قمی امروز یکشنبه 5 سرطان با نشر توییت های گفته است اولویت آمریکا برای آشوب هدفمند در افغانستان جنگ آفرینی قومی و مذهبی است تا هزاره و تاجیک را قربانی طرح خود کرده و بحران افغانستان را منطقه‌ای کنند. نامبرده اضافه کرده است که جنگ در بلخاب فتنه مقدماتی آمریکا است و هر کس به آن دامن بزند در سناریوی آن کشور بازی کرده است. او نوشته است رهبر دلسوز همه قوم‌های افغانستان از درگیری بلخاب فاصله بگیرند. درگیری در بلخاب برای هیچ کس حاصل جز خونریزی مردم و ویرانی افغانستان ندارد. قابل ذکر است که درگیری ها در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل میان مولوی مهدی مجاهد فرمانده هزارت تبار ناراضی طالبان و نیروهای طالبان از 3 روز به این سو جریان دارد. اما طالبان میگویند که عملیات تصفیه‌ای در این ولسوالی پایان یافته است.
بر اساس مکتوبی که به امضای ملا حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان رسیده است، لوی جرگه 8 ماه سرطان برگزار می شود. طبق این مکتوب اکثریت قاطع شرکت کنندگان این جرگه علمای دین خواهند بود. ملا عبدالغنی برادر معاون ملا حسن آخوند رئیس کمیسیون تدبیری این جرگه معرفی شده است. دفتر ریاست الوزرای طالبان میگوید ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر این گروه که از انظار غایب است برگزاری این نشست را تایید کرده است. در این مکتوب آمده که با هماهنگی اداره طالبان در ولایات از جمله استخبارات این گروه، امر به معروف و نهی از منکر، ارشاد حج و اوقاف و شورای علما، افراد واجد شرایط برای شرکت در این نشست معرفی می شوند. افراد واجد شرایط طبق این مکتوب عالمان مشهور به تقوا، جهاد و نامنیک و چهره های مردمی که جهاد کرده و یا حامی جهاد بوده در اجتماع موثریت داشته باشند. در مورد تعداد شرکت کنندگان این جرگه چیزی گفته نشده، اما در این مکتوب آمده که از هر ولسوالی 3 نفر، 2 عالم دین و 1 فرد عادی و از هر ناحیه ولایت 3 نفر، 2 فرد مردم محور و 1 عالم دین شرکت خواهند کرد. طالبان در مورد تصامیم این جرگه چیزی نگفتند، اما رحمت الله نبیل رئیس سابق اداره امنیت ملی افغانستان در صفحه فیسبوک خود گفته که طالبان در این جرگه افزون بر طرح بعضی از مسائل فرعی فرمول جدید سیاسی را نیز پیشکش خواهند کرد. به گفته آقای نبیل این فرمول در گفتگوهای دوحه از طرف زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان مطرح شده بود که شباهت زیادی به نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارد. او ادعا کرده است که طالبان نسخه سنی نظام جمهوری اسلامی ایران را در لوی جرگه ارائه خواهند کرد. با گفته آقای نبیل طالبان قبل از برگزاری لوی جرگه نشست متشکل از روحانیون همفکر و علمای خودی را دایر خواهند کرد تا چارچوب خطوط قرمز با اجندای لوی جرگه را ترسیم کنند.